علی سجاد احمدی هستم. انمی 1 سال میشه که دکان یادتاری را پیش ببرم. در اینجا مسالجات و چیزای دیگه می باشد، مثل تخم گشنیز، سرکه، چیزا می باشد. روزای اول قد پایری می آمدم، بعد از امیت خشم که آمد باز اینجا آمدم یاد گرفتم دکانه. مکتب پیش از زیر میرم صرف 8 هستم. من سبکی مکتب میرم از ساعت 7 تا 12. بعد از خانه میرم نان میخورم باز دکان میایم تا شام. در اینجا بخیر یک دکتر باشه. به خاطر میخوایم دکتر شویم که مردم ما بر دکتر احترام میکنه و بر جامعه یک شخص مفید باشه. فعلا 13 سال هستم. همین انگیزه کار آمد دیگه، باز دمی دکان آمدیم کار کنیم. به نظر ما تحصیل خوب است، هم کار. و در اینجا میاییم با پدرم کمک میکنم که هم در آینده یک کارمند خوب باشم، هم یک دکتر خوب. از دکان که میرم خانه درس میخونم. از اطفال میخوایم که مثل ما هم کار کنه، هم تحصیل کنه، چون تحصیل کار آدم رو در قله‌های بیشتر میرساند.